به شما فرض گردانیدم روزه داشتن ماه مبارک رمضان را فرض گردانیدم برای آن شخصی که تنصیحت است، برای آن شخصی که در سفر نیست. الله گفت من قرار کردم، من حکم صادر کردم، این که از صبح صادق تا فرو رفتن آفتاب باید تو به طعام، باید تو به نوشیدن آب، باید تو با لذت بردن از زنهایتان دور باشید. فرض گردانیدم بالای شما روزه داشتن ماه مبارک را، کما کتب علی الذین من قبلکم. الله میگوید چگونه که بر امتهایی که پیش از شما بودند به ذمه آنها هم که فرض گردانیدیم. این ماه مبارک فقط برای امتهای محمد صلی الله علیه و سلم نیست، میگوید پیغمبر، میگوید الله، بلکه این به امتهایی که پیش از شما بودند، پیروان حضرت عیسی علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام، حضرت داوود علیه السلام، حضرت سلیمان علیه السلام و جمله پیغمبرهایی که پیش از پیغمبر ما و شما بودند. الله میگوید اونها هم در ماه رمضان روزه می داشتند لعلکم تتقون. در آخر پروردگار گفت شاید که این ماه مبارک رمضان سبب شود و نفسهای شما پرهیزکار شود. شاید که این یک ماه سبب شود تا که شما بالای نفسهاتان خوجین و سردار شوید. چگونه ای که امروز نفسهای ما و شما بالای ما خوجین است، ما و شما را به خیلی راههای گناه و راههای شرمندگی و بیعزتی میکشد. الله میگوید شاید که این ماه مبارک سبب شود و شما بالای نفسهاتان خوجین باشید، خوجین شوید. مثل که شما نفس همچون یک اسب دانین که وقتی اسبی که بالای او تو سوار هستی و لجام او در دست توست، وقتی که لجام کشادی و حرکت میکند، یعنی همگی در اختیار تو هست. الله میگوید باید نفس شما لجامش در دست شما باشد. وقتی اگر لجام از دست ما و شما افتید، این اسب ما و شما را هلاک میکند. چگونه ای که الله در سوره یوسف در آیت 53 میگوید این النفس لاماره بالسوء. ای مردم آگاه باش، پروردگار میگوید همین نفسی که شما دارین همه وقت به سوی بدی شما را میکشد، همه وقت شما را برای بیعزتی و برای شرمندگی میکشد. این نفس هیچگاه به فایده شما کار نمیکند. شاعر میگوید گر نفسی نفس به فرمان توست، گوش اندازید، گر نفسی نفس به فرمان توست، شک شبهه میاور که بهشت آن توست. گر نفسی نفس به فرمان توست، نفس هم تو همچی یک انسان دان، انسانی که نفس میکشد. شاعر میگوید اگر همین نفس با همراهی نفساش اگر در اختیارت باشد، تو بالای او خوجین باشی، گر نفسی نفس به فرمان توست، شبهه میاور که بهشت آن توست. به شک شبهه بهشت از آن تو هست، ای شخصی که بالای نفس تو خوجین و سردار هستی. خدا رحمت کند استاد ما را هم میگو بچم اگر کسی که نفس بالا را و نفس پایان اگر داشت، به شک وی اولیا هست. امروز هر چی شرمنده میکند، چی کارگر حکومت،
چی کارگرهای دینی را و خدا قسم همین نفس کردگی هست، همین نفس هست. رئیس جمهور باوری میکنانه در یک گویم در یک اداره یک شخص برده میگذارد که تا که در ملت و در دولت خدمت کند، 4 روز پس آوازه پهن میشود که وی رشوه گرفت. رشوه را برای چی گرفت؟ وی نفسش مجبور کرد. امروز گویم بعضی داملا و شیخ ایشان و صوفی ها مثل من بر این جاهل 4 آیت یا 3 آیت از یاد میداند یا 2-3 حدیث دیگر در پهلوش از یاد میداند. امروز گویم از همو استفاده برده و مردم تله و تاراج میکنند. این چی است؟ این به خاطر نفس است و نفس به همین راه برده ایستاده است. پروردگار فاما من طغى و آثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هی المأوى. پروردگار در سوره و نازعات چی میگوید؟ سوره نازعات ده میگوید آن کسانی که از حد گذرانیدند، آن کسانی که بالای نفسشان خرجعین نشدند، نفس اداره کرده نتوانستند، اینها یقین دانند که مقام خود، باشیشگاه خود، جایگاه خود در دوزخ تیار کردند. و اما من خاف مقام ربه، الله بیان میکند لیکن آن کسی که بالای نفسش خوجین شد و نفس سرکوب کرد و برای نفس هر یک در و هر یک گوشه را حرکت نکرد، فإن الجنة هی المأوى. اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، الله میگه نفس اگر از هوا و هوس اگر نگاه داشت وای باشیشگاه و خانه خودش در بهشت جای کرد. کسی که بالای نفسش چی است؟ خوجین سردار است. افسوس که امروز همین دنیای گویم خیلی کوچکه، دنیایی که 50 سال و 60 سال عمر داریم، ما و شما را باور که با چی راههایی میبرد؟ نفس انسان و یا میبرد. خدا رحمت کند عمر خیام که میگفت پند دهمه اگر به من داری گوش. انسان میگفت ای شخصی که امروز در نفس مبتلا هستی، ای شخصی که امروز پایبند نفس هستی، میگوید پند دهمت اگر به من داری گوش، از بحر خدا جامعه تزویر مپوش. امروز حیله نکن. اگر تو همچو انسان باشی، خیرت داشته باشی، معرفت داشته باشی، عمر خیام گفت من از تو دیده صدها برابر با خیرت و با عقل و با معرفت هستم. تو سخن من گوش کن. گفت که من برای تو میگویم که از بحر خدا جامعه تزویر مپوش. جامعه تزویر گفت جامعه حیله را میگویند، جامعه نیرنگ میگویند، جامعه گویم که نفس میگویند. تو برای خاطر نفس، برای 4 سوم مال دنیا را به دست آوردن، هر گونه حیله و نیرنگ استفاده نبرد. حضرت در دوام گفتن دنیا همه ساعت و عمر تو دمی، از بحر دم عمر عبد را مفروش. همین دنیا را گفت به منزله 1 ساعت دان گفت، لیکن عمر خود به منزله 1 ثانیه دان گفت. برای همین 1 ثانیه حیاتت گفت عمر ابدی بهشت نفروش گفت. این از پند عزیزان ما و شما.